3 دقیقه اینجا باش، میخوام باهات امروز صحبت کنم، هیچ جایی نرو. این 3 دقیقه هیچی نیست، بمون توی ویدیو. من همایونم و در این چنل اخبار فوتبال و حاشیه و اینا رو دارم میذارم توی چنلم و تازه شروع کردم. همونطور میبینی امکاناتم خیلی کمه و یه میکروفون ساده دارم. من ازت میخوام به عنوان یک هموطن تو حمایت کنی. چجوری؟ یه لایک، یه کامنت ساده، بری توی بخش شورت ویدیوها، چون این اولین و آخرین ویدیوی لانگ منه در این چنل و من هیچ لانگ ویدیویی منتشر نمی‌کنم، همه شورت ویدیوه. میتونی بری ببینیم. من نمیگم به زور برو ببین، آقا اگر از من خوشت میاد برو ببین اون شورت ویدیوها رو، ببین اصلا چه خبره، اصلا به دلت میشینه. اگر نشست سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار و یه چند وقت دیگه ما دونیشن رو هم شروع می‌کنیم که شما بتونید، یعنی در دیسکریپشن شورت ویدیوها من لینک دونیت میذارم که شما حمایت کنید. حالا این حمایت صرفا برای چیه؟ برای اینه که من بتونم یک دوربین و یک گوشی خوب بخرم، یک میکروفون خوب بخرم، یه پرده سبز و اینا رو بتونیم بخریم که ویدیوهامون کیفیتشون بهتر بشه. یعنی هم من اتاقم خوب میشه، یعنی با کیفیت میشه، ویدیوهامون خوب میشه، خانوادهمون بزرگتر میشه و هم شما لذت میبرید از دیدن این ویدیوهای من. و من نمیگم الان زوری هم نیست که من بگم به زور شما برو ببین ویدیوها رو. اگر دوست داری برو ببین، اگر به دلت نشست سابسکرایب کن، لایک کن و منتظر باش که ویدیوهای خفن تری داریم. اگر فوتبال دوستی، اگر دوست داری هموطنت رو حمایت کنی، اگر از اونا نیستی که وطن فروشی و میان هیت میدن و اینا، اگر واقعا دوست داری به هموطنت کمک کنی و میگی که ما انسانیت داریم ایرانی‌ها و کمک میکنیم به هم و دست در دست هم میدیم، پس من ازت میخوام که بری در بخش شورت ویدیوها و ببینی و اگر خوشت اومد سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار. گفتم 3 دقیقه، الان شد 2 دقیقه. خیلی دوست دارم. ارادتمندت همایون کرد. این اسم رو به خاطرت بسپار. همایون کرد. با هم میایم بالا، بالاتر از بالا. یا حق.